درود بر همسترا. این هفته پر از اتفاقات بود، اما صادقانه آیا هر هفته در کریپتو نیست؟ خونریزی بازار، آزمایش‌های تغییر سند و موارد دیگر. بیایید ببینیم چه چیزی باعث شده که عناوین اخبار را هدایت کنیم. بازارها. به نظر میرسه که بازارهای کریپتو شده پس از یه هفته وحشیانه کمی تثبیت میشوند. بیت کوین پس از کاهش زیر $50,000 در اوایل این هفته به سطح $60,000 بازگشت، در حالی که اتریوم حدود $2,600 معامله میشه و بیش از 10% قیمت رو در این هفته از دست میده. این کار طول میکشه؟ باید ببینیم. لطفاً توجه داشته باشید که قیمت ها در زمان آماده سازی این قسمت مرتبط هستند. قانون در بخش حقوقی داغ شده است. دادگاه FTX و SFTC به پایان رسید، در حالی که SEC در 90 سالها با ریپل پیروز شد. پیچ و تاب ها. مدیر عامل ریپل معتقده که این یک پیروزی برای شرکت، زیرا آنها فقط باید $125 میلیون جریمه به جای $2 میلیون که SEC درخواست کرده است پرداخت کنند. به نظر میاد که SEC قبلا یه هدف دیگه پیدا کرده. این بار سرمایه‌گذاران سرمایه‌گذاری کریپتو شده. سکای میم. به نظر میرسه که ترامپ کوین DJT پس از فروش 2 میلیارد توکن در یک معامله فرش کشیده شده است. قیمت تا به امروز بیش از 95% کاهش یافته است. در همین حال یک سکه دیگر مرتبط با دونالد ترامپ به نام Restore the Republic RTR پس از یک توییت از اریک ترامپ که میگوید خانواده ترامپ هیچ ارتباطی با اون نداره، 95% سقوط کرد. اوپسی. مشارکت. لامبورگینی با آنیموکا برندز برای تجربه‌های دیجیتال مبتنی بر وب 3 همکاری کرد، در حالی که آدیداس با اترنیوم NTF کالکشن دودلز همکاری کرد تا بسته‌های آنلاین رو ارائه بده که خریداران بعداً میتونن برای درخواست اقلام فیزیکی منحصر به فرد استفاده کنن. این هم برای امروز. ممنون که نگاه کردی. با ما باش و به یاد داشته باش که همسترا قدرتمندن. یکی برای همه و همه برای یکی. فردا میبینمتون.